هر بنده خدا دشمن داره. هر بنده خدا به دشمن نمیشه. دشمن هم خیلی من فکر در روی دنیا یکم آدم نیست که دشمن نداشته باشه. نه که زندگی هم خیلی ساده است که ممکن خون و خوب دشمن پیدا می شود. چه آدم خوب باشه چه آدم دیگه که گنده باشه بود دشمن خود به خود پیدا می شود. اگر چقدر خوبی هم کنی اما از خوبیت هم بود دشمن پیدا میکنی. خب بسیار گندگی هم کنی دو جب دشمن پیدا میکنی. من دشمن ندارم. برای اون که با اون کس دشمنی ندارم. بله، هر یک انسان به خود دشمن دارم. در گرد اطراف من هم دشمنان خیلی بسیار هم. آنها نمیخواهند که من به من بردباری شود، یعنی که خوشبختی مرا خواهند. از همین سبب آنها من باشد بر خاصی آنها مبارزه میبرم. روی افتاده نمیشوم چون که من دشمن دارم. میگویم آدم باید ناامید نشود. فقط تنها شیطان امید است. فکر میکنم در زمان حاضر دشمن اساسی ما از اون دوستانی که در گرد و اطراف ما هستند بیشتری اونها دشمن اشدی ما به حساب میروند. دشمن اشدی ما این دوست خود ما است. من دشمن ندارم که از سبب اون که من با یگان کس بخیلی نمیکنم و با یگان کس جنگی نیستم. بله، دشمن این که نپریمر زن یکم برای که دوم زن میگیری اوزه سر میشوه. کشاکش زندگی، کشاکش الیمنت، کشاکش خیلی رشکی تمام همون دشمنی ما. بچه نشان نمیده خوشتمان و غرب و غور میکنه. خیلی زندگیه.